لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز، حاضران محترم، الله خوب و مهربان را برای شما نحوه عبادت بندگی را نصیب گردان. خداوند ما را از همه نوع گناه و بدی و نافرمانبرداری سبب بدبختی و خواری در دنیا و آخرت برای ما میشود دور گردان. رب‌العالمین ما را این لحظه در بهترین درگاه، در بهترین جایگاه، در بهترین لحظه حیات قرار داد. لحظه نورانی، نوروزی، این لحظه عبادت را برای همه شما تبریک و مبارکباد میگویم. از خداوند عاجزانه مسئله دارم والدها پروردگارا تمام لحظه های عمر ما را مثل این لحظه داریم در درگاه تو جمع آمده، در خانه قرار داریم، در حالت رضای قرار گرفته‌ایم و انتظاری برای عبادت داریم و در ماه نور در لحظه های جانسوز و بیدار ایمان قرار گرفته‌ایم. پروردگارا تمام لحظه های عمر ما را مثل این لحظه بریم بگردان. والدها پروردگارا اگرچه این لحظه این ماهی نور، ماهی شریف از ما میگذرد و میرود و ما در لحظه های بیدار این ماه قرار داریم و در برای ما تحت از بیدار و جدایی و فراق این ماه، چون ما در دوام یک ماه و عبادت و بندگی چنین گرفته بودیم، عادت کرده بودیم. می‌دانیم که بعد از گذشتن این ماه شبها در وقت نماز تراویح برای ما چه حالت می‌آمده باشد. هر روز وقتی افطار می‌کردیم و در شوق ذوق داشتیم که زودتر به سوی مسجد بیاییم، صحبت داریم، قیام لیل، دعای شب داریم. پروردگارا گذشتن این ماه، رفتن این ماه برای ما چه سخت است، چه تلخ است. از تو عاجزانه مسئله داریم. والدها اگرچه این ماه از ما می‌گذرد، اما ما را از خوبی‌هایی که در این ماه هست محروم نگردان. پروردگارا ما را از رحمت خودت محروم نگردان. پروردگارا ما را از عبادت خودت محروم نگردان. پروردگارا ما را از زیادت ثوابی که در این ماه هست محروم نگردان. پروردگارا بارها امید داریم که این دهه آزاد شدن از آتش جهنم و دوزخ است. از جمله شخصیت‌هایی که حکم اونها را می‌گذاری و برای اونها امضا می‌گذاری که این شخصیت‌ها از جهنم و دوزخ آزاد هستند. پروردگارا در کفار نام‌های اونها را نام ما را نوشته بگردان. پروردگارا ما را از جمله شخصیت‌هایی که از قهر قضایی که از عذابی که نجات می‌یابند از جمله اون شخصیت‌ها بگردان. پروردگارا این ماهی که خیلی محترم بود، خیلی بزرگ بود، خیلی پربرکت بود، خیلی پرفضیلت بود، این لحظه از نزد ما به سوی جناب شما می رود. پروردگارا بارها ما از شکایت این ماه ما را در حفظ امان و نگه بدار. پروردگارا نشود که در روز قیامت جایی که بعد از اینکه از جمعیت ما این ماه به نزد تو و محضر تو حاضر شد، خدای نخواسته پناه به تو ای پروردگار که از جمعیت ما شکایت کند. از تو عاجزانه مسئله داریم. پروردگارا این ماهی بزرگ در روز قیامت شفاعتگر ما بگردان و اون عبادت‌هایی که پر از کمبودی، پر از ناقصی این دوام ما به جا آوردیم، پروردگارا به درگاه بی‌نیاز قبول بفرما. پروردگارا بارها گناه‌های گذشته‌های ما را عفو و مغفرت بگردان. و پروردگارا اون بزرگوارها، اون پدرها و مادرهایی که از ما در خانه‌های خاک، در خانه‌های قبر و حسرت‌ها خوابستند، پروردگارا بارها قبرهای اونها را منور بگردان. پروردگارا روح‌های اونها را از ما فرزندای بی‌همتی که وقت‌های زیاد فراموششون کردیم
خرسند و شاد و راضی بگردان. پروردگار قبرهای اونها را باغ از باغهای جنت بگردان. اون پدر و مادری که در قید حیات هستند، پروردگار اونها را از خواری آخر حیات در حفظ امان نگه بدار. پروردگار بارگاه اون پدرهای بزرگوار و ما فرزندای بی‌نعمت محتاج نگردان. تا وقتی که حیات هستند از رحمتی خودت اونها از سیراب بگردان. پروردگار اونها را هرگز خوار نگردان. اونها را هرگز و شخصیت نه به فرزند و نه به زن نه به دیگر محتاج نگردان. پروردگارا از همه بهتر و بالاتر ما را خاتمه به خیر بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز بزرگوار، اکنون این ماه بزرگ، ماه شریف، ماه نور از ما و شما می‌گذرد. افسوس که بسیار در یک لحظه و مدتی زود و تیز از ما گذشت. باور کنید چقدر برای ما سخت است، برای ما سخت است رفتن ماه رمضان، گذشتن این ماه، چون که ما از عبادت شب، نماز شب، از ختم قرآن، از تسبیح تراویح یعنی دور و جدا میشویم. البته برای شخصیت‌هایی که اونها عاشق عبادت هستند برای اونها سخت است و برای شخصیت‌هایی که منافق صورت هستند، از عبادت نفرت دارند، برای اونها خیلی یعنی خوب و خوش است. اما برای شخصیت‌هایی که عاشق عبادت هستند، برای اونها گفتنی هستند که انشاءالله رب العالمین اگرچه این ماه از ما میگذرد، از ما میرود، اما این ماه به سبب رفتنش برای ما خبر آزاد شدن از جهنم و دوزخ میآورد. برای جمعیت ما این ماه سبب نجات و خوشبختی دنیا و آخرت میآورد. وقتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند یا رسول الله، آیا ثواب رمضان، ثواب روزه برای شخصیت روزه‌دار کدام وقت داده می شود؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آیا اگر یک شخصیت یک کار را قبول کنه کدام وقت مزد کارش میگیرد؟ کدام وقت عایدات شخصیت داده می شود؟ اهل اکرام گفتند یا رسول الله همون لحظه که کارش با بودی به آخر برسانم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که انسان‌های روزه‌دار هم ثوابشون لحظه ادا کردن می شود که اونها روزه را به آخر رسانند. یعنی فردا شب بیگاه عید است، آخر شب چه هست؟ آخر شب رمضان است. بعد از فردا شب این ماه از جمعیت ما یعنی به سوی پروردگار بازگشت میکنند، بیگهی اجر و ثواب گرفتند، بیگهی عید، بیگهی خوشحالی و خرسندی هست که خداوند ثواب روزه‌دارها را در بیگهی عید برای اونها ادا می‌فرماید. اکنون برادران عزیز، من به خوف این مسجد این بیگه هم شب قدرم صحبت داشتم. ماه رمضان از ما گذشت، ماه رمضان از ما گذشت، اما عزیزای خدا می‌فرمایند که ماه رمضان برای بنده‌های خدا یک مدرسه هست. مدرسه جایی را گفته میشه که از روز انسان تعلیم و درس میگیرد. ماه رمضان برای بنده‌های خدا یک مدرسه هست و به سبب رفتنش ماه رمضان برای بنده‌های خدا سه چیز تعلیم و درس داده است. باید که انسان این سه چیزی که از رمضان درس گرفته است در دوام حیاتش اینها را عملی داشته باشد. یعنی که نه تنها فقط در ماه رمضان اینها را انجام بده، بلکه در دوام حیاتش اینها را در حیاتش داشته باشد. چی هستند اینها برادران عزیز؟ یک چیزی که رمضان برای ما تعلیم و درس داد، تقوا و پرهیزگاری است. خداترسی و پرهیزگاری، این تقوا است که در آیت کریمه هم آیتی که رمضان فرض گردیده است، رب العالمین می‌فرماید که لعلکم تتقون یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خلاصه روزه گرفتن خداوند تقوا گفته است. من برای شما فرض کردم روزه گرفتن، چه رنگی فرض کردم برای پیش از شما تا اینکه شما از جمله شخصیت‌های متقیا بگردید. متقیا کیا هستند برادران عزیز؟ بنده‌های خاصی الله. متقیا کیا هستند؟ شخصیت‌هایی که هم در دنیا هم در آخرت فایده کردند، نجات یافتند. شخصیت‌هایی که هدی للمتقین، قرآن برای آنها هدایتگر است.
شخصیت‌هایی که خداوند اونها را دوست می‌دارد. این اکرمکم عند الله اتقاکم، و حضرترین و بهترین شما رب العالمین در نزد من پرهیزگارها و خدا ترسای شما است. متقی‌ها شخصیت‌هایی هستند که خداوند اونها را در قرآن سراسر قرآن وصف کرده است که برای اونها، یعنی اونها اهل جنت هستند، اونها خوشبخت دنیا و آخرت. تقوا یعنی پرهیزگاری، احتیاطکاری از محرمات، از کارهای گناه و بد. خلاصه روزه گرفتن برادران عزیز بزرگوار تقوا است. یکمین درسی که رمضان برای ما داده است چیرنگه که در دوام روزه‌داری احتیاط می‌کردی که سخنی بد نگوی. این روز یک برادر عزیز نزد من آمد و حضرت یک سوال پرسید و مرحمت او در ماه رمضان جنجال کردن و یک از جنگ کردن، یک سلام کردن، آیا درست است؟ تو برادر عزیز در رمضان در غیر رمضان هم جنجال کردن حرام اصلا آدم. اما اون شخصیت خودش بچه یعنی دیگه انسان ورزشگر است که جسم و بدن خوب دارد، در حالتی که انسان قوتش زیاد باشه، در حالت جنجال، در حالتی یعنی بحث اگر اصلا و عشق بدن گرفتن نمیشه، چون که از قوتش باوری دارد باید کی جواب بگرداند، چی جوابی زبانی باشد یا چی جوابی ضرب دیگر. این شخصیت رو حضرت من دین روز یک جای جنجال مشید، اما خدا شاهد است به خاطر روزه‌دار بودن من جنجال نکرد. به خاطر روزه‌داری گفتم ای برادر هم مسلمان هستی، منم مسلمان هستم، روزه‌دار هستیم، باید که جنجال نکنیم. ببینید برادر که انسان روزه‌دار به خاطر احترام روزه است، به خاطر احترام اینکه وای امر خدا را به جا آورده شده است، رعایت میکنه، احتیاط میکنه. ما برادران عزیز باید در تمام حیاتمون این چنین باشه. تقوا فقط در ماه رمضان نیست برادر عزیز، همه وقت باید که در بندگی و در عبادت خدا استوار باشه، مستقیم باشه. نه که بعضی برادرها من بارها هم گفتم احساس میکنن که شاید عبادت بندگی خدا در یک ماه رمضان باشه. ما بنده ماه رمضان نیست، ما بنده خداییم. عبادت بندگی خدا دوام سال است برادر عزیز، تنها یک ماه نیست، دوام سال است. باید که انسانیت در دوام حیاتش یعنی احتیاط کننده باشه. یکان کس سخنی بد نگو، یکان کس آزار مده آزار مار و مور و مگر که این رستگاری عالم و بر. عزیزان دوستای خدا میگم در این دنیا حتی مار و مور و مگر که پشه هم آزار ندید. حضرت موسی علیه السلام روز میگه با وادی میگذشتن، یک گروه مورچه ها میگذشتن، میگه یکی از اونها پاس معیبی بود، یعنی لنگ بود، پاس طولاب بود، رنگشتن نمیتوانید. مورچه ها گذشتن، اون بیچاره پاس معیبی رو میگه دستگیر نکرد گذشتن، دستگیر نکرد. بعد از اون حضرت موسی آمد نگاه نکرد پیش پاشه، میگه پاشه در بالای مورچه منجوشی، مورچه را جوشی. بعد از اون مورچه میگه به خداوند شکایت کرده، پروردگار با موسی را به جا خلق کرده استی کلاس. ولی من برای 2000 تا خلقش نمیکنیم، من اگرچه آزار نمیکنیم. موسی را بگوی من اجازه معیب. رب العالمین به سوی موسی خطاب کرد، ای موسی گوش کی و ای مورچه چی میگه. حضرت موسی دوباره گوش کرد و یک خنده تکرار کرد. حضرت موسی دریان شد، ای پروردگار راست میگه. موسی به اندازه یک مورچه هم در درگاه ایستاد. باید از دست یگان کسی ما، یگان شخصیت، یگان چیزی آزار نیابد، حتی از حیوانات، نه جاندارها، نه انسانیت. برای چی ما اهل محبت نیستیم؟ برای چی ما همدیگر را دوست نمی‌داریم؟ برای چی نیکوکار نیستیم؟ و تعبیر حضرت بیدیم 100 بار بدی کردی و شرمی تو نیامد، نیکی چی بدی داشت یک بار نکردی. در جای جنجال، در جای ضرب و کوفتن، در جای سخن دشنام و حقارت، برای برادر در آغوشش بگیری بگو والله اینی احبک، قسم به نام الله ای برادر من تو را دوست می‌دارم، والله قسم نور علی نور می‌شود، حیاتی تو نورانی میشه، باید تو محبت پیدا میشه. در تمام حیات ما باید برادران